چقدر شبیه مرد رویاهامی. یکم بیشتر از خودت بگو بشناسمت. من روزی 12 ساعت کار میکنم، مشروبم نمیخورم، اهل پارتی و مهمونی رفتنم نیستم، دنبال مخدرم نرفتم و نخوام رفت. عاشق باشگاه رفتنم و یه درآمد کارمندی دارم. ببین به نظرم خیلی پسر خوبی هستی، روتین زندگیت هم خیلی باحاله، ولی برای رابطه عاطفی خیلی به درد هم نمیخوریم. میتونی یه دوست خوب برام باشی. چطور داداشی؟ مرسی، شب خوبی داشته باشید. ببین داشتم فکر کنم حالا ناراحت نشو، میتونم یه فرصتی بهت بدم که رابطه عاطفی هم شروع کنیم. برای این فرصت میخوای به خود من بدی، به رابطمون بدی یا به ماشین؟ برو شاید بخیر.